نوای نی، برنامه شماره 26. نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیرمعز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و محمد گلریز تنظیم شده. صدا بردار ایرج حقیقی. تهیه کننده برنامه مهدی سدیفی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. کز نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سپاس و ستایش آن ذات بی نیاز را که کبریایی و عظمت خاص اوست و جلال و جبروت مرو را زیبنده. و درود بر آنان که به عجز و مسکنت ذاتی خیش واقف شده، سر عبودیت و انکسار بر آستان آن قادر مطلق نهادند. گر تو می‌خواهی که از این گل بو بری، همچون مردان شو ز رنگ و بو بری. در گفتار پیشین از عجب، یعنی مهلکترین و خطرناکترین بیماری و آفت روان آدمی به اختصار سخن گفتیم و یادآور شدیم که اکثر مصائب و گرفتاری هایی که بشر از دیرباز با آن مواجه بوده، زائیده این خوی ناپسند و خصلت مشؤوم است. اینک برانیم که با الهام از انفاس قدسی مولانا، یکی از انگیزه هایی را که موجب بروز این آفت می شود به اجمال سخن گوییم. قوتی خواهم ز حق دریا شکاف، تا به سوزن برکنم این کوه قاف. یکی از علل پیدایش عجب و تکبر در صاحبان جاه و مقام، ستایشگری و مداحی حاشیه نشینان مسند قدرت است که با چاپلوسی و فریبکاری، گاه از سر حماقت و نادانی و زمانی به عمد و علم، صاحبان جاه را فریفته و دچار غرورشان می سازند. و از این روست که پیامبر اکرم فرمود بر چهره و سیمای ستایشگران خاک بیفشانید، چرا که اینان با این عمل ناروا صاحبان مقام را به دره شقاوت سرنگون ساخته و در دنیا و آخرت خار و سیه روزشان می سازند. نار خندان باغ را خندان کند، صحبت نیکانت از نیکان کند. شوربختان ضعیف و نفس و درمانده‌ای که از کمالات معنوی بی بهرند و دیده جانشان از دیدن حقایق عاجز است، آنگاه که مدح و ثنای متملقان شوخ چشم بی آزرم را میشنوند، در نشأه و خلسه‌ای از غرور و عجب فرو رفته، نخوت گریبانگیرشان می شود و خیشتن را موجودی برتر می پندارند و سرکشی آغاز می کنند. این بینوایان تیر روز نمی دانند که این کبر و نخوت
شبکه و دام ابلیس است که در رهگذر آن شقاوت پیشگان گسترده است. 100,000 دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا. دم به دم پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. میرهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بی نیاز. گر 1000 دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. صد هزار دام و دان است ای خدا. ما چو مرغان حریص بینوا میرهانی هر دمی ما را سوی دامی می رویم ای بی نیاز.
گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. مولانا که در پرتو انوار قرآن و مکتب وحی چنان طبیبی حاذق به بیماری‌های روان آدمی پی برده، در داستان مشورت فرعون با وزیرش هامان که از وی سؤال می‌کند که آیا تسلیم دعوت موسی شوم یا نه، و جواب‌های گمراه کننده هامان شیوه شوم ستایشگران و مداحان دستگاه قدرت را با قلمی موشکاف و دقیق تصویر می کند. برگزیده ماجرا را از او می شنوی. آن ستیز روح به سختی عاقبت گفت با هامان برای مشورت، وعده‌های آن کلیم الله را گفت و محرم ساخت آن گمراه را. گفت با هامان چو تنهایش بدید، جست هامان و گریبان بردارید. فرعون با همه طغیان و سرکشی و ادعای خدایی داشتن با وزیر نابکار خویش هامان رای میزند که آیا تسلیم سخن موسی شود یا نه. بنگرید که این متملق چاپلوس چگونه به شیوه همه یاوه‌گویان ستایشگر آن شوربخت بیچاره را اغوا می کند و از طریق صلاح بازش می دارد و سرانجام راهی دیار هلاک و دمارش می سازد. بانگ ها زد، گریه ها کردان لعین، کوفت دستار و کله را بر زمین، که چگونه گفت اندر روی شاه، این چنین گستاخ آن حرف تباه. جمله عالم را مسخر کرده ای، کار را با بخت چون زر کرده ای. از مشارق و از مغارب بی لجاج، سوی تو آرند سلطانان خراج. بدین کلمات نیک بنگرید و در آن اثر تأمل نظر کنید که چگونه مولانا نقش مداحان دروغزن را که در هر حکومت و دستگاه قدرتی وجود دارند رقم میزند و یکی از عوامل سقوط هر نظامی را بیان می‌دارد. هامان فرعون نگونبخت را به پاسخ میگوید که موسی چگونه این جرأت و گستاخی را پیدا کرده که با چون تو شاهی که شرق و غرب عالم خراجگزار تو اند چنین سخن گوید و از تو خواستار تسلیم شود. دیگر بار به سخنان هامان گوش می‌دهیم. پادشاهان لب همی مالند شاد، بر ستانه خاک تو ای کیقباد. تا کنون معبود و مسجود جهان بوده ای، گردی کمینه بندگان. در هزار آتش شدن زین خوشتر است، که خداوندی شود بنده پرست. نی بکش اول مرا ای شاه این، تا نبیند چشم من بر شاه این. خسروا اول مرا گردن بزن، تا نبیند این مذلت چشم من. خود نبودست و مبادا این چنین، که زمین گردون شود گردون زمین. هامان با چنین سخنان تملق‌آمیز و خوشایند انگشت بر رگ جان فرعون می نهد و آن درمانده شورید بخت را می گوید همه صاحبان قدرت
سر بر آستان تو نهاده و همگان تو را به معبودی پذیرفتند. اینک چگونه خدایگان کمینه بندگان خیش گردد؟ نه هرگز. 1000 بار در آتش سوزنده رفتن سهل‌تر است از اینکه خداوندی تسلیم پرستنده خیش گردد. آنگاه با بی آزرمی تمام میگوید خدایگانا، اول مرا بکش که شاهد چنین ماجرای شوم و روز نکبت باری نباشم. و با چنین سخنان فرعون طاغی را در گستاخی و بی ادبی جسورتر می کند. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. از ادب پر نور گشته است این فلک، از ادب معصوم و پاک آمد ملک. هرچه آید بر تو از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماندن لطف رب. از ادب پر نور گشته این فلک، از ادب پر نور گشته این فلک. از ادب معصوم و پاک آمد ملک.
هرچه آید بر تو از ظلمات و غم، آن ز بی باکی و گستاخی آن ز بی باکی یا گستاخی آنگاه مولانا با روشنی و مهارت تمام صورت حال شیفتگان جاه و قدرت را که از تملق مداحان به دام غرور می‌افتند و سرانجام با ذلت و خواری جان می‌سپارند چنین رقم می‌زند: دوست از دشمن همی نشناخت او، نرد را کوران کژ می باخت او. تو بدان فخر آوری که از ترس و بند، چاپلوست گشت مردم روز چند. هر که را مردم سجودی می کنند، زهر اندر جان او می آکنند. این تکبر زهر قاتل دان که هست، از می پرزهر شد او گیج و مست. نردبان خلق این ما و من است، عاقبت زین نردبان افتادن است. آنان را که حضرت حق جاه و جلال معنوی بخشیده و به آنان عظمت و بزرگی کرامت فرموده، هرگز دچار عجب و کبر نمی شود. خودپسندی و نخوت از عوارض و بیماری های افراد ضعیف و نفس و زبون و اشخاص سبکسر است. مگر نشنیده ای که روزی پیرزنی بر پیامبر وارد شد و چون آن مظهر جمال و جلال خدا را نگریست، از شکوه و حشمت معنوی وی در هراس شد و زبانش به لکنت دچار گردید. پیامبر از سر لطف و کمال مهربانی آن زن را گفت: ای مادر، از که می ترسی؟ از آن کس که در پس این کوها شبانی می کرده و مادرش چون دیگر زنان از پستان بزها شیر می دوشیده است؟ آری، عجب مولود عدم شناخت خداوند و سنتهای جهان آفرینش است. زیرا هر آن کس که خدای را به بزرگی و عظمت شناخت و دانست که همه قدرتها و توانایی‌ها مخصوص اوست و به عجز و مست خود قبال آن توانای مطلق واقف گردید، هرگز احساس عجب و خودپسندی نکرده و راه خاکساری و فروتنی پیمود که در درگاه کبریایی او انکسار و شکستگی می‌خرند. در راه او شکست دلی می‌خرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. بار خدایا، به عظمت و جلال کبریاییت تو را می‌خوانیم که ما را از شر نفس و وسوسه های این اهریمن فسونگر حراست فرمایی و به جانمان نور و روشنی بخشی که به عجز و نیاز و فقر و درماندگی خیش واقف گردیم و هرگز دچار عجب و نخوت و غرور نشویم که دام بس سخت است و راه بس صعب و خطرناک.
شرح این هجران و این خون جگر شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.